از طالبا تحت عنوان محاسن سفیدان منطقوی گاهی بر شما آمده قماندان‌های جهادی پیشنهاد تسلیم شدن و یا عقب نشینی کردن دادن تا هست؟ ما همون روزی که در هزارباغ ما تمام طرف ما محاصره بود، یک طرف ما کمی باز بود، یک پشت سر هزارباغ یک تیپه بود. ما در اینجا میخواستیم که دو تیپه بالا شد و ما اونجا مقاومت بکنیم. تمام طرف قید شده بود و یک تعدادشان ما یک مجاهد زاده هستیم، مسلمان هستیم و طالبا مرا به نام ابوجهل مانده بود. همون روز اینا مرا فریب بده، از ابوجهلی ما خلاص شد. گفت تو گذاشته مجاهد است، خودت مجاهد هستی، خودت یک اولاد مسلمان هستی، تو مسئول هستی، به ما تسلیم شو. ما گفتم ما مجاهد هستیم، مسلمان هستیم، مجاهد زده هستیم و خودت خود مجاهد نباشی ما چی تو تسلیم شو. 7 ساله 8 ساله شاگرد مکتب گوشش دچت مکتب میچسبانی، ما تو را تو مسلمان گفته ده تو تسلیم شویم. ما در برابر همچو چیز خدا امر کرده و بالای خانه ما کسی بیاید ما تعرض بکنیم این خدا برای ما این حق داده، تسلیم شویم، به دین خود تسلیم هستیم، با خدای خود تسلیم هستیم، با خدا به ملت غرور خود تسلیم هستیم که در برابر تو استاد میشه و در برابر تو جهاد میکنه. در اون مردم تسلیم هستیم، در تو تسلیم نیستیم.